درونم، یعنی روحم، قلبم همش میگه موسیقی موسیقی، برو چه میدونم آواز بخون، این کار بکن فلان. ولی از یه طرف فیزیکالم توی یه کاریه که خیلی چه میدونم سختمه، ولی خب مجبورم برای پولش. و میگم انگار که انرژیمو، یعنی اون طلایی که درونم دارم و دارم هدر میدم و نمیدونم چیکار کنم. وقتی در مورد دارما صحبت میکنیم DHARMA، به معنی اون همون کالینگ، همون هدف، اون رسالت، چیزی که میشه اسمش رو گذاشت دلیل بودنت اینجا. ما سریع میریم سراغ یه شغل که معمولا خیلی هم شغل باحال و جالبیه، که کالینگ من اینه که من دنیا رو بگردم، کالینگ من اینه که به آدما کمک کنم، کالینگ من اینه که هنرمند بشم، در حالی که کالینگ یه شغل نیست. خیلی دوست دارم به این دقت کنی. کالینگ یه کار نیست. کالینگ یه نوع بودنه. دارمای تو یه نوع بودنه. هر کاری رو که تو انجام میدی میتونه تو اون لحظه کالینگ تو باشه. و ما وقتی به کارهامون به این شکل نگاه میکنیم که زندگی من دو شق است، یه بخشش اون بخشیه که به زور باید برم جون بکنم پول در بیارم، و یه بخشش اون بخشیه که دوست دارم و کالینگمه. خودمون رو دو تیکه میکنیم و این بسیار بسیار دقیقا همینی که میگی انرژیمون رو هدر میده. انرژیمون رو هدر میده. داستان اینجا اینه. کالینگ تو کاری که انجام میدی نیست. کالینگ تو جوریه که هر کاری رو انجام میدی. من یادم موقعی که تو شرکت معماری بودم، از یه روزی تصمیم گرفتم به این شغل، به این کار، به این شکل نگاه کنم. وقتی به این شکل به زندگیمون نگاه میکنیم که دو تیکه است، یه تیکهشون بخشیه که دوست دارم و یه تیکهش بخشیه که مجبورم انجام بدم، دقیقا تو این فاصله بین این دو انرژی ما هدر میشه. یه موقع‌هایی ما یه کارایی رو باید انجام بدیم، ولی میتونیم همون کارها رو هم به شکل دارما انجام بدیم، چون واقعیت اینه که تو اگر این کار رو به شکل دارما انجام ندی، هیچ تضمینی وجود نداره که وقتی خواننده شدی بتونی اونو به شکل دارما انجام بدی. صادقانه دارم بهت میگم. داستان اینجا اینه که تو اگر نگاه کنی ببینی خب من یه کاری رو دارم انجام میدم که هزینه های زندگیمو داره پرداخت میکنه، خب چی از این مقدستر، چی از این قشنگتر؟ دیگه بهش به این چش نگاه نمیکنم که یه کاریه که ازش بدم میاد، مجبورم انجام بدم، حالم ازش به هم میخوره، و نگاه تو نسبت بهش عوض میکنی. و این نگاه عوض کردن تو این لحظه دارمای توه. و بعد لحظه بعدی با یه نفر داری صحبت میکنی، خدمت کردن به اون کسی که روبروت قرار گرفته دارمای توه. و وقتی تو هر لحظه دارما تو درست انجام بدی، خود دارما میبرتت به سمت اون چیزی که واقعا برای تو خوبه. و من هیچ حدسی نداشتم که دارمای من چیه. به هیچ عنوان نمیدونستم که من قراره این کار رو انجام بدم. هنوزم مطمئن نیستم که آیا نهایتش همینه. من مطمئنم که این کار میتونه به هزار شکل مختلف تغییر جهت بده و تبدیل بشه به یه در واقع جهت و یه حوزه دیگه. ولی مهم اینه که الان که دارم این کار رو انجام میدم، با جون و دل، با تمام وجودم انجامش میدم. و وقتی موقع کار بعدیم رسید، اون موقع اون کار رو انجام میدم. هیچ کاری نیست که دارمای تو نباشه. هیچ لحظه ای از زندگیت نیست که لحظه زندگی که جزوی از دارمای تو نباشه. و ازت میخوام واقعا به این چشم بهش نگاه کن. شماره 1. شماره 2. اگر تو قراره دارمات خوانندگی باشه، اگر خدا و ابزار رو داده، که به نظر میاد داده چون صدای خیلی خوبی داری، از این به بعدش رو هم فراهم میکنه. تو کارت تسلیمه. ببین، ما میخوایم رقم بزنیم اتفاقات رو، و وقتی ما رقم بزنیم خرابشون میکنیم. نگاه کن اصلا کارهایی که ما انجام میدیم تو مقیاس خودمونه، کارهایی که خدا برامون انجام میده تو مقیاس خداست. اگر تو واگذار کنی به این که من میدونم که این دارمای منه، من تلاشمو میکنم، انرژیم توشه، وقتی میام خونه تمرین میکنم، مدام تو زندگیم انرژی این چه کاری باید انجام بدم، چرا تو ایران اوضاع اینجوریه نیست، مطمئنم که اگر قرار از ایران برم میرم، اگه قراره بتونم تو ایران یه موسیقی رو آموزشگاه موسیقی داشته باشم، تو ایران راه میندازم. اگه بتونم تو ایران هر کاری که برای من خوبه سر راهم قرار میگیره. و اون موقع انرژی میشه انرژی تسلیم، و انگار فرمون رو واگذار میکنی به خدا و میگی خب از این به بعدش تو ببر. و حالا منظور من از خدا اون توی برتره، اون کسی، اون انرژی که توی تو هست، اون انرژی که تو رو نگهت داشته. به هیچ عنوان رسالت ما یک کاری نیست که قراره بهش برسیم. رسالت تو هر لحظه کاریه که جلوی دستته. وقتی پیش مامان بزرگت نشستی، سلام علیک کردن و نگهداری کردن و حضور داشتن با مادر بزرگت میشه دارمات.
و بعد جالب اینجاست که وقتی ما انرژیمون دیگه انرژی این نیست که من از این کار بدم میاد، پس کی میشه، خسته شدم، کلافه شدم. وقتی انرژی مقاومت نیست، زندگی هم در مقابل دیگه مقاومتی نداره. اگر قرار اتفاقی برای توی زندگی بیفته که راحت تر بتونی کاریو که بهش علاقه داری انجام بدی، اون اتفاق خود به خود میفته. واقعیت داستان اینه که ما نمیدونیم کدوم وری زندگیمون داره میره. من اگر 10 سال پیش به هم میگفتن که زندگیت قراره به اینجا برسه، برای من از هر چیزی دور از ذهن تر بود. به نظر من میومد که من قراره تو همون تهران یه شرکت معماری کوچیکی کار کنم و حالا به هر شکلی زندگیمو بگذرونم، و تو اون لحظه واقعا اون برای من واقعی بود. ولی اون کارو با جنودن انجام میدادم، دوستش داشتم، با خوشحالی میرفتم سر کار. و همون موقعش هم که میرفتم سر کار، حتی توی امریکا هم که سر کار میرفتم و کارم برام میدونستم اون کاری نیست که دوستش دارم، ولی وقتی سر کار بودم با گوش دادن به مطالبی که برام خوب بود، با گوش دادن به رمداس، با کتاب گوش کردن، خودم رو تو این جهت قرار میدادم و با مدیتیشن کردن مدام به یادم می آوردم که من برای یه لحظه‌ای در آینده زندگی نمی‌کنم. مهمترین چیز اصلا اینه، تو برای یه زندگی بهتر زندگی نمی‌کنی. همین زندگی تو، همینو زندگی کن. صبح که بیدار میشی میتونی به یه چیزی فکر کنی که عاشقشی؟ ببین تو الان برای من مطرح میکنی تمام چیزایی که باشون مسئله داری، ولی من میخوام ازت بپرسم چی تو زندگی عشق و برات به وجود میاره؟ چی تو زندگی جریان شعف و توی قلبت و توی خونت ایجاد میکنه؟ فوکس کن روی اون، توجهتو بیار روی اون. تو داری زندگی تو رقم میزنی، تو محکوم اتفاقات بیرون زندگیت نیستی. و واقعیت داستان اینه که تو انتخاب میکنی تو چه شرایطی زندگی کنی. اگر زندگی بخواد از تو حمایت کنه در جهت انجام یک کاری، قانون میشه پیش پا افتاده ترین چیز ممکن. باور کن اصلا یک جوری انجام میدی کارتو که هیچ کس نمیفهم و به بهترین شکل ممکن کارت پیش میره. از کسایی که اینجان و میخوان خواننده بشن کارت قشنگتر و راحت‌تر پیش میره. پس تو اگر متوجه بشی که این زندگی که من امروز دارم زندگی میکنم، فردا صبح که بیدار میشم، لحظات زندگی من آماده سازی برای یه زندگی بهتر نیست. این زندگی منه. میتونم اینجا عشق رو تجربه کنم. اگه بتونی اون موقع میتونی، اگه بتونی اون موقعی که برات اون اتفاق بیفته و راهها باز بشم میتونی. ولی اگر نتونی، هیچ تضمینی وجود نداره که اصلا خانم وقتی اوضاع خوب بشه من اون موقع میتونم عشق رو تجربه کنم، من اون موقع میتونم قدردانی رو تجربه کنم. میدونی حرفم چیه؟ حرفم اینه که تو بیا و چیزایی که خارج از کنترل تو رو رها کن. این که شرایط ایران به این شکل دست تو نیست، این که خانم‌ها غیر قانونیه براشون کار هنری کردن دست تو نیست، ولی یه چیزی دست توئه. این که من نگاهمو میذارم روی این که من فراوانم، من حمایت شدم، من تو زندگی میتونم چیزهایی رو پیدا کنم که عاشقشونم و وقتی فوکس و توجهمو بذارم روی اون چیزها رشد میکنن. میگن یکی رفت پیش یه بزرگی، پیش یه سالکی نشست، یه خانمی نشست پیش سالکی و شروع کرد گله کردن که چقدر زندگی من سخته، که چقدر مشکل دارم، که چقدر گرفتارم، که چقدر دارم عذاب میکشم توی زندگی. همه اینا رو گفت و سالکی همینطوری با چشاش نگاه کرد، آروم آروم گوش کرد و وقتی خانم حرفاش تموم شد گفت حالا چه کار کنم؟ سالکی گفت یه سوال ازت دارم. What do you love? What do you love? بعد یهو نگاه خانم عوض شد. تا حالا همه نگاهش روی این بود که چه مشکلاتی توی زندگی دارم و حالا نگاهش این شد که بذار ببینم چیا رو تو زندگیم دوست دارم، بذار ببینم چیا رو میتونم تو این لحظه نگه دارم و این حس عشق رو دریافت کنم. وقتی نگاه تو این بشه همه چیز تغییر میکنه. باور کن که زندگی تو یه پروجکشن از ذهن تو روی پرده ناو، پرده لحظه حال رو تصور کن که یه پرده سینماست و تصویری که روش افتاده تو این لحظه، چیزی که جلوته، این پرده ناو رو تو داری نگاه میکنی. این تصویر پروجکشن ذهن توه و وقتی متوجه این بشی یه اتفاق خیلی بزرگ میفته و اون اینه که اگه این پروجکشن ذهن منه، شاید من بتونم با ذهنم عوضش کنم و میتونی.
حیرت انگیز بودن داستان اینه که ما قدرتمون رو تا یه جایی باور میکنیم. خب من باور دارم که میتونم با توجه هم روی موضوعاتی حال خودم رو یکم بهتر کنم، مامان بزرگم حالش رو بهتر کنم که fantastic job by the way. از اون ور میتونم حال مامانم رو خوب کنم، برای دوستان بفرستم، خیلی قشنگه. ولی قدرت من در همین حده. من دیگه نمیتونم مثلا معجزه رو رقم بزنم توی زندگیم. و اگه همونجا متوقفش کنی، دقیقاً همونجا برای تو متوقف میشه. و خدا کی نمیشناسه، طبیعت زمان نمیشناسه، طبیعت همه چیز رو رقم میزنه. ما میگیم 3 ماه دیگه پاییز میشه، 6 ماه دیگه زمستون میشه، طبیعت خودش داره رقم میخوره، ساده ساده ساده. و تو همینطوری با ریتم طبیعت پیش میری. من هنرمندم و هنرمندی میکنم و کارم اینه و در عین حال یه سری کارهای دیگه هم دارم که دارم انجام میدم و پیش میری. باور کن که وقتی تو دست از یه سری محدودیتات بکشی، وقتی دست از زمان و تعیین تکلیف برای زندگی برداری، وقتی واقعا تصمیم بگیری که من گله نمیکنم و اون کاریو که داری انجام میدی، من نمیدونم اون کاری که داری انجام میدی چیه، ولی فردا با عشق برو سر اون کار. برو سر اون کار به این شکل که این کار داره روزی منو میده، داره نون سر سفره من میذاره که بتونم اون کار رو انجام بدم. پس هم این مقدسه، همون. اگه اون مقدسه، اینم مقدسه. چرا؟ چون این داره منو توانا میکنه که اون کار رو انجام بدم تو مدت زمان کوتاه. نمیخوام بگم 1 ماه یا 2 ماه، چون زمان نداریم، عدد نداریم. تو مدت زمان کوتاه متوجه میشی به خاطر این عشقی که به محل کارت میبری، یه پروموشن میگیری یا یه نفر پیداش میشه، دستتو میگیره، میگه بیا بریم شرکت من کار کن، یه جای بهتر کار کن. باور کن این اتفاقا میافتن. تو با بهترین خبر زندگیت یه تماس تلفنی فاصله داری، با بدترین خبر زندگیت هم یه تماس تلفنی فاصله. درست. و ما دست کم میگیریم قدرت تغییر جهت‌های آنی رو. بنابراین عزیز دلم، اگر ببین، من یه زمانی تو ایران 10 سال پیش تو ایران بودم، 11 سال پیش تو ایران بودم و فکر نمیدونستم اصلا چی ممکنه، اصلا باورم نمیشد که چی میشه بشه. ولی از یه جایی متوجه شدم که محدودیتایی که من دارم باهاشون زندگی میکنم محدودیتای منن، تو دنیام وجود ندارن. محدودیت‌های ذهن منه که منو اسیر کرده، دیوارایی که خودم برا خودم پذیرفتم. و هر کدوم از این محدودیت‌ها رو بپذیری میشه محدودیت تو. اگه نپذیری، بعضی موقع مثلا میگن که اوضاع اقتصادی امریکا خیلی خرابه، اوضاع تورم خیلی خرابه، نمیدونم unemployment یا بیکاری تو اوجه الان. و من اینجوریم که برای من اینجوری نیست. اون محدودیتی که جامعه داره القا میکنه به مردمش برای من اینجوری نیست و برای من اینجوری نیست. تو بدترین شرایط بهترین اوضاع به وجود میاد. پس لطفاً بدون که محدودیت‌های تو محدودیت‌هایی هستند که ذهنت میپذیره. درسته تو ایران یه محدودیت‌هایی وجود داره، اینجام یه عالم محدودیت وجود داره، ولی اینو بهت بگم که اون محدودیت‌ها رو فقط اگر تو باور کنی میشه محدودیت تو. خب و یه گرایش جالبی که ما داریم اینه که بحث کنیم در مورد این که نه، این محدودیت واقعیه و من حرفی ندارم. اگه میخوای نگرش داری، نگرش دار. اگر راحتی باهاش، نگرش دار. ولی اگه نیستی، ذهنتو ببر بالای اون. به جای اینکه باهاش مقاومت کنی که چرا اینجوریه، حالم به هم خورد، چرا من نمیتونم تو این مملکت فلان کنم، برو بالای اون. برو بالای اون. تو این توانایی رو داری. این توانایی خود به خود شکوفا میشه. تو فقط کاری که میکنی بستر عشق و بستر آرامش و بستر فراوانی و قدردانی رو براش فراهم میکنی. باور کن کار تو رویوندن اون گل نیست، کار تو فقط فراهم کردن بستره. ولی تو بستری که مدام تو داری از شغلت گله میکنی، مدام از حال امروزت داری گله میکنی، اون بستر رو فراهم نمیکنی. حال خوب ایجاد کن. ببین چی حالتو خوب میکنه. یه دونه برگ، یه دونه جوونه، یه پوست یه برگی که همین الان شکوفه زده میتونه تو رو به خدا برسونه، میتونه تو رو به اوج شعف برسونه. و اون شعف، اون آبیاریه که دونه احتیاج داره تا شروع کنه رشد کردن. خب پس عزیزم، شرایط بیرونی شرایط درونی تو به مراتب قوی‌تر، بزرگتر و تعیین کننده تره. تو از شرایط درونیت نگهداری کن.